این بیماری دوازدهم ماه تحویل داده می شود. وسیع کردن ازمایش‌های رشد. درود بر شما سامیان ارجمند. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. امروز 12 ماه جمهوری اسلامی ایران بسته کمک بشردوستانه به تاجیکستان را برای مبارزه با پاندمیای کرونا ویروس ارسال نمود. هواپیمای ویژه از مشهد به دوشنبه با 6 تن موادهای داروباری و لوازمات طبی همچون کمک بشردوستانه از نام مردم و حکومت جمهوری اسلامی ایران پرواز کرد. هواپیمای شرکت ایرانی ورش ایرلاینز الکی از شهر مشهد به سمت دوشنبه پرواز کرده است که در داخل آن تجهیزات‌های محافظتی طبی، لباس‌های رویپوش برای طبیبان، نقاب‌های طبی، موادهای داروباری و دیگر لوازمات ضروری را جهت مبارزه با ویروس کرونا در بر می‌گیرد. پس از 1.5 ساعت پرواز در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه کمک بشردوستانه به ساختارهای داخلدار تاجیکستان تحویل داده می شود. گفته است کارمند دفتر مطبوعات سفارت ایران در تاجیکستان محسن فرهبر به زپلیوس. با گفته وی این تنها قسمت اول کمک بشردوستانه است. ایران در روزهای نزدیک باز چند پرواز ویژه به تاجیکستان جهت انتقال موادهای بشردوستانه انجام خواهد داد. همچنین قید گردیده است که در راه بازگشت شهروندان ایران طریق این هواپیما از تاجیکستان خارج کرده می شوند. در مجموع 140 نفر به ایران پرواز خواهند کرد که اینها سیاحان و صاحبکاران ایرانی هستند. یادداشت می‌شویم قبلا پرزیدنت ایران حسن روحانی به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان وعده داده بود که به صفت کمک بشردوستانه به تاجیکستان تجهیزات ضروری طبی، متخصصان و مواد ضروری داروباری را جهت مبارزه با ویروس کووید 19 می‌فرستد. در این باره ضمن گفتگوی تلفنی رهبران دو کشور 6 می قرار حاصل کرده شد. خبرهای روز را مستقیما ادامه می‌دهیم. گروه مخصوص سازمان جهانی بهداشت که پنجشنبه کووید 19 و فوت بیماران را در تاجیکستان زیاده از 10 روز آموختند به خلاصه آمدند که سرعت پنجشنبه این ویروس بد است و تدبیرهای اندیشیده شونده مهم میباشند. رهبر هیئت سازمان جهانی تندرستی پاتریک اوکانور در نشست مطبوعاتی امروز 12 می گفت تاجیکستان به مرحله پنجشنبه ویروس در بین اهالی وارد شد. شماره بیماری‌ها می‌افزایند و تشویش‌آور است و اندیشیدن چاره‌های ضروری مهمند. سید عمرزاده معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان گفته است که قابلیت تاجیکستان در تشخیص این بیماری امکان‌پذیر است. حالا در جمهوری 44,000 ابزارهای تشخیصی موجودند که اینها از چین، روسیه و آلمان وارد کرده شدند. تا امروز بیش از 7700 نفر از آزمایش گرفتاری به کووید 19 گذشتند. قید داشته است سید عمرزاده معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. یک عضو سازمان جهانی بهداشت گفته است که آزمایش‌ها تنها در دوشنبه گذرانیده می‌شوند که در یک روز از 200 تا 250 سنجش را در بر می‌گیرد. نمایندگان سازمان جهانی بهداشت گفتند که ما توصیه دادیم که در ولایت‌ها و منطقه‌های علاهده دوردست آزمایشگاه‌ها تشکیل کرده شوند. ما با وزارت امکان وسیع کردن آزمایشگاه‌ها و تأسیس لابراتوری‌های سیار را محاکمه کرده ایستاده‌ایم. قید داشتند گروه نمایندگان کارشناسان بین‌المللی سازمان جهانی تندرستی در دوشنبه. هانس کلوگ دیرکتور منطقوی سازمان عمومی جهانی تندرستی در اروپا گفت که آماده است متخصصان فوق‌العاده و آزمایش دیده را به جمهوری تاجیکستان برای مبارزه با کرونا ویروس فرستد. هانس کلوگ این اظهارات را در گفتگوی تلفنی با وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جلال الدین عبدالله‌زاده روز 12 می اظهار داشته است. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات وزارت تندرستی، دیرکتور منطقوی سازمان عمومی جهانی تندرستی در اروپا پیشنهاد نموده است که تاجیکستان آزمایشگاه‌های سیار را برای سنجش اهالی تقویت دهد. پیشنهادی که از دهان گروه مخصوص سازمان عمومی جهانی بهداشت در دوشنبه ضمن کنفرانس ارائه گردید.
شما تحولات آخرین امروزه تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موجر شنیده استودید. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان امروز 12 می با کمک مالی بانک آسیایی رشد مواد دوروباری و تجهیزات محافظت شخصی را دسترس کرد. خبر می‌دهد نمایندگی دائمی بانک آسیایی رشد در دوشنبه. کمک تقریبا $100,000 نقاب‌های دستپوش‌ها، دستپوش‌ها، خلعت‌ها، لباس‌های روپوش محافظتی، آنتیسپتیک و تست‌های گوناگون آزمایشی و دیگر لوازمات طبی را در بر گرفتند. بانک آسیایی رشد با حکومت تاجیکستان، سازمان عمومی جهانی تندرستی و دیگر شریکان علاقه دائمی دارد و در صورت ضروری کمک علاوه‌ای می‌رساند آمده است. در اظهارات نمایندگی این سازمان مالیوی بین‌المللی در تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان از سال 1998 با بانک آسیایی رشد همراه شد و تا امروز بانک آسیایی رشد بیش از 1.8 میلیارد دلار کمک را به کشور از جمله بیش از 1.3 میلیارد دلار مبلغ‌های گرانتی را تصدیق کرده است. و از تاجیکستان به مسکو می‌گذریم. مقامات حفظی حقوق جسد یک مرد 40 ساله را در جنگلزار شهر الکتروستالی ولایت مسکو با نشانه‌های علامت مرگ مجبوری پیدا کردند. خبر می‌دهد تلویزیون رن تیوی. در جای حادثه نسخه شهادتنامه شخصی، کارت بانکی و تلفن پیدا کرده شده است. معلوم می‌شود که جبردیده شهروند تاجیکستان بوده، نفر فوت دیده شهروند تاجیکستان بوده در مسکو به قید گرفته شده است. خبر می‌دهد شبکه تلویزیونی. مقامات حفظی حقوق حالا همه حالت‌های حادثه را معاین کرده ایستادند. مقامات تفتیشاتی از روی حادثه مذکور پرونده جنایی باز کردند. در مورد حادثه مذکور خصوصا دقیق معاین نمودن شخصیت نفر فوت دیده و شهروند کدام کشور بودن آن حالا تفصیلات بیشتری در دست نیست. همچنان عاید قضیه مذکور نظر مسئولان سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه حالا روشن نیست. موضوع را حتما پیگیری خواهیم کرد و با دسترسی به اطلاع بیشتر شما را در جریان خواهیم گذاشت. بعد از ظهر امروز خبرها در خصوص گرفتار شدن دیمیتری پسکوف، سخنگوی پرزیدنت روسیه به ویروس کووید 19 زیادتر نشر گردید. در حال سخنگوی ولادیمیر پوتین به ویروس کرونا گرفتار شده است که مقامات کرمل وضع صحتی پرزیدنت روسیه را در سطح خوب ارزیابی می‌کنند. از این پیش رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین، وزیر فرهنگ اولگا لیوبیمووا و 10 نفران مقامدار و شناخته در روسیه به ویروس کووید 19 گرفتار شدند. حالا باشد از وضع صحتی سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف خبر بیشتری در دست نیست. شرکت اپل در جمهوری ازبکستان ثبت نام کرد خود را و پس از نتیجه گیری از فعالیت آن در 3 ماه اول به بودجه ازبکستان 59.2 دلار انداز سپرده است. می‌نویسد خبرگزاری فرغانه. این شرکت روز 20 اپریل ثبت نام شد و چند روز پیش از آن تغییرات نرخ مال و محصولات خود را در ازبکستان با سبب انداز از ارزش اضافه شده اعلام کرد. پیش از آن شرکت بین‌المللی نتفلیکس نیز به بودجه ازبکستان با ارزش 4.3 یورو انداز پرداخت کرد. اولین شرکت خارجی که در ازبکستان به قید گرفته شده است یک شرکت آلمانی بوده با برنامه‌سازان و تهیه‌گران کامپیوتری خدمت‌رسانی‌های الکترونیک خود را به راه می‌ماند. شرکت گوگل نیز علاقه در 3 ماه اول سال روان 85,000 یورو به بودجه ازبکستان پرداخت نموده است. انداز 15% برای شرکت‌های خارجی که به شخصان واقعی خدمت می‌رسانند ماه ینور سال 2020 در جمهوری ازبکستان جاری کرده شد. برای قبول عریضه جهت به قیدگیری به صفت اندازه‌پرنده مقامات ازبکستان سامانه مخصوص الکترونی را برآورده ماندند که این به رشد پرداخت پذیری اندازه‌پرندگان خارجی آورده می‌رساند. حالا در ازبکستان 10 شرکت و پروایدرهای خارجی خدمت‌رسان الکترونی به قید گرفته شدند که آنها هر ماه
ба буҷаи ӯзбекистон андоз месупоранд. ёдовар мешавем ки қаблан низ масъулони кумитаи андози ҷумҳурии тоҷикистон борҳо таъкид доштанд ки ширкатҳои хориҷӣ аз ҷумла Google, Apple, Microsoft, Facebook бояд дар тоҷикистон андоз супоранд, зеро онҳо аз пешниҳоди хизматрасониҳои электронӣ дар ҷумҳурӣ даромад ба даст меоранд. лоиҳаи навии кодекси андози тоҷикистон ки ҳоло дар баррасии ҳукумати ҷумҳурӣ қарор дорад, андозбандии ширкатҳои хориҷие ки хидматрасонии электрониро дар ҷумҳурӣ пешниҳод мекунанд дар бар мегирад. ҷорисозии бобинав дар кодекси андоз хусусиятҳои андозбандии хизматрасониҳои электронии шахсони хориҷӣ барои рушди бо суръати технологияҳои иттилоотӣ ва савдо тавассути интернет шарҳ дода мешавад. қайд карда мешавад ки ҳангоми таҳияи қонунгузорӣ аз таҷрибаи кишварҳои ӯзбекистон, русия, беларус, испания, юнон ва маҷористон истифода бурда шудааст. интизор меравад ки кодекси нави андози тоҷикистон аз моҳи сентябри соли равон ба иҷро дарояд. сомиёни азиз, шумо шарҳи хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. моро ҳамроҳӣ кунед. саломат бошед.